جز خدعه با خدا نکنند اینان، ما را به ما رها نکنند اینان. از این حصار غمزده در بر ما جز بر سراب وا نکنند اینان. دردی که دین به پیکر ما افکند، الا به کین دوا نکنند اینان. با وعده کلید بهشت الا دوزخ مکان ما نکنند اینان. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در سخنان پیشین از تناقض میان امر مقدس و امر آلوده و ناپاک خاص قدرت و حکومت سخن به میان آوردیم و از تناقض میان دین و سیاست حرف زدیم و با اشاره به این حقیقت که یک حکومت دینی به دلیل خلوصگرایی ایدئولوژیک و گرایش و حفظ و اجرای اصول بنیادین و تکیه بر جزمیت‌ها و دوگم‌های دینی و بازگشت به سرچشمه‌های فکری و اعتقادی خود ناگزیر است که یک سویه نگر باشد و آنچه را که با اصول اعتقادی خود از یک جنس و یک خاستگاه نمی‌داند به کنار نهد. از این روز که حکومت دینی فرهنگ عرفی مردمی را که بر آنها حاکم شده است با اصول و ریشه های اعتقادی خود ناسازگار می انگارد و به این شکل هویت ریشه‌دار و تاریخ فرهنگ و تمدن ملت را که در بخش‌های مهمی از آنها غیر خودی دانسته است نادیده می انگارد یا نفی می کند. در سخنان پیشین برای شما گفتم که چگونه حکومتی که به نام اسلام بر کشور ما فرمان روایی یافته اسلام خود و برداشت جزمی و صنف محورانه و فرق گرایانه خود را در برابر ایران و ایرانیت مردم قرار داده است و اشاره کردم که چنین رفتاری از سوی حاکمان روحانی منشأ و منبع تضاد میان هویت فرهنگی و تاریخی مردم ایران با هویت دینی آنها شده است و صد البته یکی از مهمترین علل دین ستیزی ها و دین گریزی های دوران اخیر علاقه و دلبستگی مردم ایران به بازیابی ریشه های تاریخی و فرهنگی ملی خویش است که از سوی حکومت ایدئولوژیک ملایان و متشرعان مورد هجوم و بیمهری و بی‌اعتنایی قرار گرفته و موجب برخورد و تناقض میان اسلام و ایران گشته و داغ تجاوز عرب به ایران را تازه کرده است. علت پرسش هایی که مردم ایران به ویژه جوانان در زمینه چند و چون کیستی و هویت فرهنگی و تاریخی خود مطرح می کنند همان سخنی است که استاد طوس در مقدمه شاهنامه‌اش می گوید. وی ضمن پرسشی تأمل برانگیز می گوید که گیتی از آغاز چون داشتند، که ایدر به ما خار بگذاشتند. آری این بی‌اعتنایی و حتی اهانت حاکمان نسبت به بخش‌های مهمی از هویت ملی و فرهنگی ایرانیان در تمامیت تاریخیش تضاد میان ایرانیت و اسلامیت را به شکلی آشکار در جامعه ایران طرح کرده است. پیش از این گفته بودم که تشیع 12 امامی تا دوران صفویه مذهب اقلیتی از ایرانیان بود، اقلیتی که هرگز دسترسی به حکومت نیافته بودند و همواره پراکنده و منزوی مانده بودند و هرگز سودای قدرت سیاسی در سر نداشته بودند. پیش از صفویه به طور کلی فضای اعتقادی و فرهنگی و معنوی ایرانیان در عوالم تسنن بود، تا آنجا که میتوان گفت فرهنگ ایران حتی در این 5 قرن که تشیع مذهب رسمی است در پر اهمیت ترین و در غالب ترین ابعاد آن همچنان زیر سیطره و نفوذ فکری معنوی، اعتقادی و فرهنگی تسنن باقی مانده است. فرصت شرح این حقیقت در این مختصر وجود ندارد، اما کافی است اشاره کنیم که اکثریت مطلق بزرگان فرهنگ ساز ایران
از شاعر و عارف و فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان گرفته تا برسیم به الهیون و متکلمان در زمره اهل تسنن زیستند و آثار خود را در منظومه اعتقادی وابسته به عوالم تسنن خلق کرده و میراث بزرگی از خود بر جای نهادند. آری سعدی و حافظ و مولوی و سنایی و عطار و نظامی و خاقانی و سایر بزرگان شعر و ادب، همچنان که سهروردی و ابن سینا و فارابی و ابو ریحان و خوارزمی و خیام و رازی و بسیاری دیگر از بزرگان علم و فلسفه و عرفان، یعنی همه آن بزرگانی که فرهنگ ایران همین امروز هم به آنها میبالد و واقعا بدون آنها از ایران ما چیز زیادی در تاریخ پس از اسلامیش باقی نخواهد ماند، در فضای مذهب تسنن بالیدند و ثمره ذوق و دانش و ادب و هنر و عرفان خود را به جهان ایرانی و به زبان فارسی تقدیم داشتند. بنابراین با اندکی تساهل می توان گفت که آنچه داریم مربوط به پیش از صفویه بوده است، چرا که تا پیش از آنان تشیع مذهب رسمی ما ایرانیان نبود و البته بعد از رسمی شدن تشیع هم در عرصه فرهنگ و تمدن و علم و ادب چیز دندانگیری بر میراث پرعظمت گذشتگان خود نیفزوده ایم. به هر حال شاهان صفوی به دلایل سیاسی و به دلیل تعارضات و جدالهای خونینی که با عثمانیان بر سر تصرف سرزمین‌های بیشتر و توسعه اقتدار سیاسی و بسط قلمرو خود داشتند، با امپراتوری عثمانی در جنگ بودند و توسعه شیعه‌گری بدل به ابزاری ایدئولوژیک حکومتی آنها شده بود و مردم ایران نیز قربانی چنین سیاستی شده‌اند، زیرا نوادگان شیخ صفی با تکیه بر قبایل و عشایر و دستجات قزلباش به شیوه داعش خون بسیاری از مردم ایران و به ویژه مناطق مرزی را ریختند تا آنان را به ضرب شمشیر شیعه کنند و کردند. این شیعه سازی خونین و جابرانه البته نتایج تاریخی مهمی به بار آورد که قول مورخان از جهاتی آن را مثبت و از جهات دیگری منفی ارزیابی کرده است. صفوی ها توانستند با شیعه گستری زورمدارانه و بیرحمانه خود وحدت مرزی کشور را نگاه دارند و ایران را از تهاجمات امپراتوری عثمانی تا حدودی ایمن کنند، اگرچه موجب تفرقه افکنی های دینی و جدا ماندن بخش های مهمی از ایران به ویژه کردستان شدند که نتیجه شوم آن همچنان از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی در اوایل قرن 20 گریبانگیر کردها در عراق و سوریه و ترکیه باقی مانده است. از این واقعیت تاریخی که بگذریم نمیتوان پنهان کرد که صفویه بزرگترین صدمات را نیز به پیکر ایران وارد آوردند. این خسارات هم در حوزه دین قابل بررسی است و هم در حوزه فرهنگ و ادب و تمدن که البته هر یک از این دو موضوع کتاب و کتاب‌های جداگانه‌ای می‌طلبند و در این فرصت کوتاه نمی‌توان به آنها پرداخت. تنها می‌توانم اشاره کنم که بزرگترین کوچ اجباری اهل فرهنگ و ذوق و هنر پس از حمله اعراب در دوران صفویه پیش آمد که غالب آنان به هند گریختند و البته آن کوچ اجباری با گریختن‌ها و ترک وطن گفتن‌های اهل فرهنگ و هنر و ادب و صنعت و ذوق و دانش در دوران خود ما، یعنی در دوران سلطه صنف ملایان، قابل قیاس نیست، چرا که به قول آمار حکومتی خود آنها بیش از 6 میلیون از نیروهای بالنده و کارساز فرهنگ و دانش و ذوق و پیشه و صنعت بعد از تسلط ملایان و برقراری حکومت ولایت فقیه از ایران گریختند، که این البته خود موضوع دردناک و پر آب و چشم دیگری است که میباید جای دیگری به آن پرداخت. باری جدا از خسارت‌های ادبی و فرهنگی و فکری که در عصر صفویه بر ایران خورده است، نمیتوان ناگفته گذاشت که بزرگترین لطمات نه فقط از این زاویه بلکه از جهت دینی و از دریچه مذهب بر ایران وارد شده است، به شکلی که همین امروز هم ایرانیان محکوم به پرداخت بهای گزاف آن خسارت‌ها هستند، چنان که می‌بینیم هست و نیست خود را بر سر آن دادند.
زیرا رنجی که همین امروز ملت ایران زیر سلطه بیدادگرانه مشتی تاریکندیش مستبد به نام حکومت روحانیت شیعه و سلطه ولی فقیه تحمل می کند، بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، از نتایج همان شیعه گستری های زورمدارانه و خونبار ترکان قزلباش و پادشاهان صفوی نیز هست. البته باید گفت که با گذشت چندین قرن زخم های شمشیر قزلباش ها کمابیش التیام یافته و فراموش شده بودند، اما آنچه هرگز التیام نیافت و همچون استخوانی لای زخم باقی ماند و ملت ایران را همچنان در اسارت رنج‌های کهن نگاه داشت، نهادی است که صفویه برای ترویج مذهب دولتی خود و ایدئولوژی رسمی حکومتشان بنا نهادند. نهادی که تبدیل به صنف روحانیت شیعه گشت و امروز خود به شیوه ترسناکی به انواع لطایف الحیل به جای شاه اسماعیل و شاه عباس نشسته است. صفویان برای توسعه مذهب رسمی دولت خود تعدادی از ملایان عرب را که غالباً هیچ پیوندی با ایران و فرهنگ بومی و ملی نداشتند از جبل عامل و بحرین به ایران آوردند و بساط انواع محمد باقر مجلسی ها را در ایران گستردند. ایجاد نهاد روحانیت شیعه وابسته به دولت صفوی موجب رواج روزخوانی و نفوذ هر دم فزاینده قشر جدیدی از ملایان و متشرعان شد که در کنار دستگاه استبداد شاهی به قدرت مستبدان و سلاطین مشروعیت دینی میدادند. سلطه حکام جابر را بر رعایا یعنی مردم زحمتکش و بیچاره شهر و روستا آسان میکردند. نتیجه شوم این اقدام تا امروز همچون قلاده‌ای بر گردن ملت ایران افتاده است که البته همین اشاره هم برای هم اسران شنوا و بینای ما کافی است. روحانیون شیعه هرگز برای تصرف قدرت سیاسی پرورش نیافته بودند. آنها تنها خدمتکاران و مبلغان ایدئولوژیک حکومت صفویه بودند که کمابیش نفوذ و رشد کمی و کیفی آنان به شکلی کجدار و مریض تا دوران قاجار و برآمدن انقلاب مشروطیت دوام یافته بود. کار آنان دستیاری سلاطین در امور دین و ایجاد انسجام عقیدتی میان رعایای سلطان و به ویژه پرداختن به امور آخرت آنان بود. در فلسفه تشیع همواره قدرت و حکومت حق امام معصوم شمرده شده است که البته چون امام در غیبت کبراست تا زمانی که حضرتش ظهور نکرده شیعیان میباید به حکومت های عرفی و غیر شرعی تمکین کنند و اهل شرع هرگز حق ندارند در این حوزه برای خود حق حاکمیت قائل باشند. حکومت به قول آیت الله نائینی میباید دفع افسد به فاسد باشد. از این رو وظیفه اهل شرع و همه شیعیان آن است که تا پیش از ظهور امام معصوم به آیه 59 سوره نساء وفادار بمانند که میگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی از امر الله و امر رسول و صاحبان امر که همواره همان حکام و سلاطین بودند پیروی کنید. پیداست که غیر از خلفای چهارگانه صدر اسلام و خلافت بیدادگرانه امویان و عباسیان که بیش از 6 قرن دوام آوردند تا سرانجام قدرتشان را به مغول‌ها واگذار کنند، سایر صاحبان امر در طول تاریخ 1400 ساله پیدایش اسلام همواره پادشاهان و حاکمان مستبد و غالباً برخاسته از قبایل ترک یا مغول یا تیموری بودند، چه در ایران، چه در هند و چه در آسیای صغیر. این سلاطین مستبد هم در طول تاریخ همواره اهل شرع یعنی ملایان را زیر چتر حمایت خود داشتند و این حمایت ها متقابل بود، زیرا آنها نیز موظف بودند تا ولایت امر سلاطین مستبد را مشروعیت دینی بخشند و البته این شغلی بود که تاریخ به آنها عطا کرده بود. جدا از این هیچ حاله تقدسی گرد سر آنان نمی درخشید و هرگز حتی در رؤیاهای صادقه خود خواب نشستن در جای سلطان را نمی دیدند. این تقسیم کار همچون قراردادی میان روحانیت و پادشاهان و نیز همه مؤمنان و رعایا چه شیعه و چه سنی به لحاظ تاریخی پذیرفته شده بود و به لحاظ دینی مشروعیت داشت و به لحاظ نظری از انسجام کامل برخوردار و مشمول اجماع عمومی در قلمرو همه سرزمین‌های مسلمان نشین بود.
انقلاب مشروطیت ایران تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه و طلوع اومانیسم اروپایی و نهضت دورانساز روشنگری و ظهور انقلابات سیاسی و فکری و فرهنگی که پشت سر هم در جهان غرب وقوع یافته بودند، بران بود تا قدرت استبدادی شاهان سنتی را به قانون و به حقوق ملت در امر قانونگذاری و به اراده او در اداره کشور و حکومت مشروط کند. تلاش فکری یک روحانی به نام آیت الله نائینی که در واقع فردی استثنایی بود، در حوزه نظری قدرت تشیع گام بلندی بود در جهت یاری رساندن به اهداف مشروطه خواهان ایران. حاصل این تلاش او در کتابی به نام تنبیه الامه و تنزیه المله به ظهور رسید. ایشان در این کتاب کوشیده بود که موضوع حکومت را در تفکر شیعی با هدفهای قانون طلبانه و آزادی خواهانه مشروطه خواهان سازگار کند. البته همچنان که همگان میدانند کوشش وی همراه با تلاش‌ها و رنج‌ها و خون دل خوردن‌های بزرگان اندیشه و رهبران فکری و سیاسی جنبش مشروطیت پس از تصرف جابرانه و خوداگرانه قدرت در دوران ما به وسیله روحانیت شیعه یکسره بر باد فنا رفتند. فاجعه‌ای که اتفاق افتاده است آن است که ملایان با تصرف عدوانی قدرت سیاسی در سال 1357 حق حاکمیت را که فلسفه تشیع از آن امام غائب می‌شمرد و آن را تنها در روزگار ظهور ایشان و تنها برای ایشان مشروع می‌دانست غصب کردند و حکومت را حق فقیه دانستند و با ملغا کردن دستاوردهای انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را هم که دست کم در حوزه نظر کسب شده بود و در قانون اساسی ایران تبلور داشت به نام ولایت مطلقه فقیه از ملت ایران بازپس گرفتند. بدین گونه استبداد بی سابقه و سیاسی بر ایران مستولی ساختند. اگرچه جامعه قدیسان به برداشت از درون گرفتار فساد مطلق بود و از همه زشتی‌ها و بدی‌های استبدادهای سنتی پیشین نه تنها کم نداشت، بلکه در قساوت و فریب و بیداد و غارت گوی سبقت را از همه آنها رو بوده بود. حقیقت آن است که به نام انقلاب دینی و به نیابت امام زمان صنف روحانیت شیعه در لباس روحانی به جای پادشاه و سلطان مستبد نشسته است. یعنی مطامع دنیوی و قدرت ناسوتی خاص مستبدان سنتی تاریخ ایران را به قدرت اخروی و لاهوتی و دینی پیشین خود افزوده و بدین وسیله هم مالک و صاحب قران انحصاری دنیا در ایران شده و هم تاجر بهشت باقی مانده است و به تنهایی هم فرمانروا و هم مجری احکام است و هر آنچه که می‌کند به لاهوت و دستگاه الهی نسبت می‌دهد، کاری که هرگز سلاطین جابر تاریخ جسارت آن را نداشتند. این واقعه که به راستی میباید آن را فاجعه ملی و تاریخ تمدنی شمرد، منشأ تناقضات بزرگ و ویرانگری برای کشور ما و ملت ایران شده، گره‌های کور بیشماری را در راه سرنوشت ایرانیان ایجاد کرده و مردم را به شکل دردناک و خفت آوری به این گونه تناقضات لاینحل و مزمن دست به گریبان ساخته است. شکی نیست که این تناقضات جز با ترک جاه طلبی ها و آزمندی های روحانیت شیعه که قبای شاهی را به نام فقه بر تن خود کرده و سرمایه ملی را به قساوتبارترین شکلی صرف حفظ این قبای ناساز بی اندام خود می کند رفع نخواهند شد و جز با جدا شدن دین از سیاست و حکومت هیچ یک از زخم‌های دهان گشوده‌ای که بر پیکر ایران و ایرانیان خورده است التیام نخواهند یافت. امید است که عقل و انسانیت و ایمانی اگر هنوز باقی مانده چنان کند که حاکمان روحانی در مسیر گره‌گشایی گام بردارند، باشد تا افق‌های روشن‌تری در برابر سرنوشت ملت ایران گشوده شود. چنین باد.